درود امدیرون عزیز، چخیلی که ما وعده کردیم روزای چهارشنبه ما شهر باختر اومدیم. اینا ما شهر باختر ده خیلی هم خلقش به برکت شهر هم خشم به برکت ما می‌نداریم که اینا با بعضی پاسینت‌ها اومدن از ما رفتستن توبت گرفتستن. اینا مادر نزد ما اومد توبت گیری وضعیتش به حد بزیبت خیلی خودش می‌نداریش گپ زند. چه بوده چه شد؟ السلام علیکم فرزندان محترم. من از همین دکتر می‌ندارم از بختیار شایب که من تمام توبتی چند جا رو گرفتم ساز نشدم. از روز همیشه آمدم بچه جانو همین درد من خدا جان شفاش داد به سبب همین بختیار شایب. من می‌نداری خود رو بینو میکنم که اله و خدا پروردگار دستشان درد رو نبیند. کدام همین درد ستنوره را داره فرزندان به همین جبین توبت میگیرین. خدا جان نگهبانتون شد. من میندار از همین دکتر بختیار شایب. رحمتی کلام بچه جان. سلامت باشه. مادرم استمرار L5 اسیاگش که جقلگی بود استمرار L5 اسیاگ. ایرا تو حسیت چلیک نباشه او را سوز کردن نمیشود نمیتونیش. برای وقت چندین جو میگردی نمیتونن نمیفهمنده. اما یکم روز که اومد دیدم که L5 اسیاگ زیر کردگیه همون را پوی کردیم. شکر خدای نه در یکم روز ما توبت من نوسیز کردم خدمت. هزار رحمت بچه جان. ما مینداریم شهر باختر خدا همه شما را برکت بده سلامت باشید. هزار رحمت بچه جان. ما شما میندار.